خانم چند لحظه میتونم باهاتون صحبت کنم؟ نه خانم. خانم تو رو خدا یه لحظه. نه خانم یه لحظه گوش بدین، دستتون رو بردارین. چرا گرفتنتون؟ خانم دستتون رو، خانم تو رو خدا دستتون رو بردارین. آره چی میخوای ببینی؟ بختیمو. چرا گرفتنتون؟ آرش کرده بودم، موهام بیرون بود. حالا چی کار میخواین بکنین خانم؟ چه میدونم. حالا از کاری که کردین پشیمونین؟ میخوام بیرون باشه. حالا باهاتون چی کار میکنن؟ هر غلطی میخوام بکنم. ممکنه براتون پرونده درسته خانم. مهم نیست. میتونم اسمتو بپرسم؟ شراره. حسابی هم مثل که شربین. آره. ببخشید دوست پسرم. الو بعدا زنگ میزنم. خدا. بابام بختم میکنه. واسه چی؟ باباتون خبر ندارن؟ هم بساتون بکنیم. من بساطتون رو میکنم. باباتون دعواتون میکنن. بله خفن دعواتون میکنن. آره خانم نگیر پشیمونم. خدا پشیمونم. حالا میخواین چی کار کنین؟ میخوام تو کنم. خانم فکر نمی‌کنین یکم دیره؟ بگو. چرا؟ سرتون رو بالا بگیرید خانم، سرتون رو بالا بگیرید. بالا کن سرتو. با چه رویی؟ موهاتون رو تو کنین حداقل الان. درا توه؟ فشلایزر چه مدلیه؟ تیفوسی از امریکا اومده. قشنگه. بله خب. نگیر دیگه. ممنون از همکاریتون. خداحافظ.